سلام، به برنامه تفسیر خبر خوش آمدید. در هفته گذشته چند از نمایندگان مجلس تذکری رو به وزیر دادگستری دادند مبنی بر اینکه آقای خاتمی رو جدا از ممنوع الخروجی و ممنوع تصویری ممنوع البیان هم بکنند و حالا دیگر داستان‌هایی که در برنامه‌های مختلف تلویزیون البته به اون پرداخته شد. برنامه امروز رو به این موضوع اختصاص دادیم. پیش از اینکه با آقای مازیار شکوری روزنامه‌نگار در خدمت شما باشیم، از دید ایشون نگاهی داشته باشیم به این گونه احکام در سالهای گذشته. گزارش رو تهیه کردیم بر مبنای نوشته‌ای که در روزنامه اینترنتی راه دیگر منتشر شده بود و بعد از اون همونجور که اشاره کردم با آقای شکوری در خدمت شما خواهیم بود. جمعی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در تذکر کتبی به وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع تصویری و ممنوع البیانی سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران شدند. نزدیکان مصباح یزدی به وزیر دادگستری تذکر دادند که در این باره اهتمام جدی داشته باشد. این نخستین بار نیست که کوچکترین نشست یا سخنرانی رئیس دولت اصلاحات این طیف را خشمگین می کند. خشمی که برخی ناظران سیاسی آن را کابوس خاتمی برای طیفی از اصولگرایان نام نهادند. پیشتر و در این باره حمیدرضا جلایی پور عضو شورای عالی بنیاد باران به خبرگزاری ایلنا گفته بود خاتمی از ابتدا تشنه قدرت نبود و اگر یادمان باشد ایشان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 قصد کاندیداتوری داشت، ولی بعد از نامزدی آقای موسوی از ادامه رقابت به نفع او انصراف داد و در سال 92 نیز با اینکه ایشان اصرارهای فراوانی برای کاندیداتوری میشد، آقای خاتمی همه را به آقای هاشمی ارجاع میداد و پس از رد صلاحیت آقای هاشمی تلاش فراوانی برای به ائتلاف رسیدن میان آقایان عارف و روحانی انجام داد. او به دلیل همین سرمایه اخلاقی روی افکار عمومی اثرگذار و رئیس جمهور ساز شده است و این سرمایه اخلاقی البته برای افرادی ها کابوس است. چندی پیش و در پی انتشار سخنان سید محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق در نشست بنیاد باران و سخنان وی درباره خطراتی که جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، اصولگرایان نسبت به سخنان وی واکنش نشان داده و او را متهم به زمینه‌سازی برای تحریم‌ها و تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی کردند. خاتمی در نشست ماهانه بنیاد باران، بنیادی که توسط او و همفکرانش تأسیس شده است، به بحث درباره انقلاب سال 57 و عقاید خود و همفکرانش درباره اصلاحات درون نظام پرداخته بود. وی ضمن دفاع از جمهوری اسلامی و انقلابی که در سال 57 اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی را راه مناسبی برای تداوم عزت و بسط عظمت ملت ایران توصیف کرد که اکنون به علت تبلیغات وسیع و بی‌امان کسانی که از این انقلاب آسیب دیدند و قدرت‌هایی که احساس کردند این انقلاب به منافع نامشروع آنها آسیب زده و همچنین به دلیل پاره‌ای از کاستی‌ها و نقص‌ها و رویکردهای غلطی که ما دست‌اندرکاران امور داشتیم و نیز به خاطر بعضی از قرائت‌هایی که با اصل انقلاب و نظام ما سازگاری ندارند، باعث آن شده که در میان بخشی از جامعه نوعی تردید و حتی رویگردانی از انقلاب به وجود بیاید. گروه‌های مختلف اصولگرا اما نسبت به این سخنان خاتمی واکنش نشان داده و به انتقاد از او پرداختند. فارس نیوز خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران مجموعه مصاحبه‌هایی را با نمایندگان اصولگرای مجلس ترتیب داد که آنها همگی سخنان خاتمی را مورد نقد قرار دادند. نقد بسیاری از اصولگرایان تاکید خاتمی بر مفهوم جمهوریت باز می‌گردد. آنها همراهی خاتمی با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 را نقض سخنان خود وی توصیف کرده و آن را به کودتا علیه جمهوریت نظام تعبیر کردند. فاطمه آلیا درباره سخنان خاتمی گفت مردم ما که جمهوری اسلامی تکیه‌اش بر آنهاست، آقای خاتمی را جدای از جریان فتنه نمی‌دانند، چرا که خاتمی جاده صافکن فتنه
و مقوم شورش ها و یکی از اضلاع مثلث فتنه است و الان نیز در کانون خود مشغول تطهیر و براءت فتنه‌گران است. مواضع آقای خاتمی پس از انتخابات 88 یکی از زمینه‌های تحریم‌ها علیه ملت است. او باید پاسخ دهد که چرا استانداردهایش دوگانه است. زمانی که مردم به او و همفکران او رأی می‌دهند خوب می‌شوند و وقتی به جناح مقابل رأی می‌دهند بد هستند. مسئله‌ای که مورد تأکید مجتبی شاکری عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نیز قرار گرفت. او می‌گوید خاتمی کوتاه قدی خود را در فتنه 88 نشان داده، چرا که وی و همفکرانش در سال 88 با اقدامات خود استقلال و جمهوریت نظام را زیر سؤال بردند. نظام جمهوری اسلامی اصول و خطوط قرمز مشخصی دارد که اگر کسی خود را مدافعش می‌داند باید به آن پایبند باشد. بنابراین نظام جمهوری اسلامی ایران نیازی به دفاع تمام قد افرادی چون خاتمی ندارد، چرا که این نظامی مردمی است و مردم در پای آرمان‌ها و اصول انقلاب خود ایستادند. مهرداد بسپاش نماینده مجلس و از نزدیکان محمود احمدی نژاد نیز خاتمی را به شورش علیه رأی مردم متهم کرد و میگوید کسانی که میخواهند از جمهوریت نظام دفاع کنند و کار خوبی هم محسوب میشود باید به یک سؤال بی پاسخ دهند که چطور وقتی همان دولت در سال 88 انتخابات را برگزار کرد و همان شورای نگهبان آن را تایید کرد نظام را به تقلب متهم کردند. همزمان وبسایت رجانیوز نزدیک به جبهه پایداری نیز با انتشار تحلیلی پیرامون سخنان خاتمی عملکرد وی در سالهای گذشته را مفتضحانه توصیف کرد و می‌نویسد وی و همفکرانش بزرگترین دشمنان جمهوریت، دموکراسی، حقوق بشری و جامعه مدنی هستند که کارنامه سیاهی در این زمینه دارند و از اصلاحات به عنوان جریانی یاد کرد که در بسیاری از مواقع با نپذیرفتن رأی مردم و تحقیر خواسته ملت در صدد اجرای خواسته های خود به نام دموکراسی بوده است. به نوشته رجانیوز مشخص نیست که امروز خاتمی به عنوان یکی از سران فتنه سال 88 چه انگیزه و هدفی را بیان می‌دارد که از جمهوریت نظام دفاع می‌کند بدون آنکه توضیح دهد کارنامه سیاه خود و همفکرانش در مقابله با رأی مردم و کودتا در برابر آن چگونه قابل توضیح است. پاییز گذشته نیز ابراهیم جباری فرمانده سپاه ولیعمر در سخنانش پیرامون سید محمد خاتمی گفته بود ما با اصلاح طلبها و شخص سید محمد خاتمی بر سر ولایت علی ابن ابی طالب و دین مشکل داریم و الا خاتمی و امثال هم کوچکتر از آن هستند که با آن دهان به دهان شویم. خاتمی همواره حامی عبدالکریم سروش بود و هیچگاه از او و افکار شیطانیش براءت نجست. سروشی که تکلیفش با ماهیت خدا روشن است و معتقد است پیامبر هم خاتم نبوت بود و هم خاتم ولایت و نعوذ بالله ردای ولایت به علی نرسیده است. وی خرداد ماه سال گذشته نیز در مورد رئیس جمهور دوران اصلاحات و گروه‌های اصلاح طلب چنین گفته بود که خاتمی می‌خواهد پس از این همه خیانت به میان مردم بازگردد. باید جلوی مردم زانو زده و بگوید غلط کردم. خاتمی باید خجالت بکشد، توبه کند و به مردم بگوید غلط کردم. اصلاحاتی که یک مش لایک و سکولار هستند که به درون انقلاب نفوذ کرده و میخواهند ارزش‌های انقلاب را لگدمال کنند. سپاه ولیعمر مجموعه است که وظیفه حفاظت از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، بیت رهبری، نهاد رهبری و ساختمان‌های زیر مجموعه آن را بر عهده دارد. برخی گزارش‌های غیر رسمی حکایت از آن دارد که تعداد اعضای این مجموعه تا 12,000 نفر نیز میرسد. آقای مازیار شکوری عزیز، سلام و درود بر شما. به برنامه ما بسیار خوش آمدید. این گونه صحبت‌هایی که از زبان سردار کریمی قدوسی فرمانده سابق بسیج استان خراسان مطرح میشه و دیگه هواداران جبهه پایداری هم از اون حمایت میکنند، اولین بار نیستش که مطرح میشه. در تاریخ 30 و چند ساله
جمهوری اسلامی ما شاهد صدور احکام مختلف ممنوع البیانی البته بوده ایم، برای بار اول نیستش این احکام. با توجه به سابقه‌ای که شما این گونه اتفاقات و این گونه احکام رو بررسی کرده اید، خیلی خوشحال میشم برای ما توضیح بدید و نمونه هایی که پیشتر به وقوع پیوسته بود رو توضیح بدید. بعد وارد خواهیم شد در مورد این موضوع به صورت مشخص بیشتر صحبت میکنیم. سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم شما. خدمت همونجور که فرمودید این اولین باری نیست که در نظام جمهوری اسلامی از سال 57 که انقلاب ایران پیروز شد حاکمیت جمهوری اسلامی متاسفانه جلوی شخصیت‌های سیاسی، فکری و بالاخص باید بگوییم که مذهبی رو میگیرد به انواع گوناگون، از طریق حشرهای غیرقانونی، از طریق ممنوع البیان کردنها، ممنوع نوشتن کردنها، به هر ترتیب جلوی اینها رو میگیرد. برخوردهای زیادی شده خدمت شما که سالهای اخیر با مرحوم منتظری، آیت الله منتظری، مرحوم آذری قمی این برخوردها صورت گرفت و با آقای کروبی و موسوی هم که همکنون در حبس هستن، این دو بزرگوار به همراه خانم رهنورد این برخوردها صورت گرفت که همه اینها البته غیرقانونی است. در زمان آقای خمینی هم در دهه اول انقلاب با مرحوم آیت الله شریعت مداری این برخوردها صورت گرفت، مدت زمانی با مرحوم مفتیزاده، مدت زمانی با مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی این برخوردها صورت گرفت. متاسفانه این وضعیتی هستش که ما داریم و اون هم برمیگردد به ذات جمهوری اسلامی، چون که جمهوری اسلامی هدف براش قدرت است. وقتی هدف قدرت باشد به هر حال زور و اجبار و کلک، فریب اینها هم میشود همه وسیله و ابزار کار. مسلم در جمهوری اسلامی مخالفان خودش رو که از هر کیفی هستن میخواد به هر گونه‌ای که شده اینها رو تحقیر کند و رابطه اینها رو با جامعه هر گونه که هستش منقطع کند. بنابراین یک همچین حرکت‌هایی میکنن، اگر بتوانن پوشش قانونی بر روی اون میگذارن، اگر نتوانن فراقانونی این حرکت‌ها رو انجام میدن. آقای شکوری، چندی پیش البته از زبان خود همین آقای سردار کریمی قدوسی نقل قولی از سمت رهبر جمهوری اسلامی بیان شد مبنی بر اینکه شیوه رفتاری من با آیت الله خمینی متفاوت است و من در مورد مخالفان ملاطفت میکنم. به طور مشخص در مورد آقایان موسوی و کروبی در این مورد صحبت کردن. آیا به واقع چنین صحبتی بر اساس مبنای تاریخی میتونه صحیح باشه؟ نگاه کنید، اصل برخورد یکی است، اما آقای خامنه‌ای دارن راست میگوین، نه اینکه ملاطفت بکنن. نگاه کنید برخورد آقای خمینی با نیروهایی که منتقد و مخالف ایشون میشدن اما در داخل حکومت بودن و مدت زمانی هم با حکومت همراهی کرده بودن، حالا به هر دلیل دیدگاه ایشون در برخوردها فرق میکرد. آقای خمینی برخورد حسی انجام میدادن. مثلا شما اگر نگاه کنید مرحوم قطب‌زاده که در پاریس با آقای خمینی بودن و زحمات زیادی هم کشیدن در اینکه رابطه برقرار کنن برای آقای خمینی با مطبوعات، با جهان خارج، ایشون رو حذف میکنن پس از انقلاب. با توجه به اینکه پس از انقلاب هم ایشون نقش‌هایی داشتن، ایشون رو حذف میکنن، به طور کامل حذف میکنن، یعنی اعدام میکنن. اما آقای خامنه‌ای دیدشون و برخوردشون فرق میکند. نیروهایی که در داخل جمهوری اسلامی بودن و یک زمانی به هر حال حشر و نشری داشتن با آقای خامنه‌ای اینها را حذف نمی‌کند. برخورد آقای خامنه‌ای کنترلی هست، یعنی آقای خامنه‌ای سعی میکنن که محدود کنن افراد رو، کنترل کنن و در مواقعی که خودشون با توجه به اهداف خودشون آقای خامنه‌ای صلاح بدونن، از همین افرادی که کنترل شدن، محدود شدن استفاده کنن در جهت منافع و مطامع خودشون. برنامه آقای خامنه‌ای همین است. شما نگاه کنید در مورد مثلا آقای کروبی و موسوی، ایشان چندین بار یه صحبتی کردن که به اون باید دقت داشته باشید. ایشون گفته بودن که این آقایان باید متنبه بشوند، باید توبه کنن. چرا توبه نمی‌کنن؟ این نشان می‌دهد که آقای خامنه‌ای علیرغم اینکه میخواد به جامعه و به نیروهای اصلاح طلب، به نیروهای منتقد و به خود آقای کروبی و موسوی بگوید که من همچنان قدرت در دست بنده است و شما نمیتوانید کاری بکنید، میخواهد که
اینها یه توبه‌ای بکنن، یک ندامتنامه‌ای بنویسن به آقای خامنه‌ای، از اون استفاده کند در جهت اینکه روحیه مردمی را که سال 88 به عنوان معترض به خیابان‌ها اومدن و دل بستن به این جریان، اونها رو بشکند، کمر اونها رو بشکند. همیشه برخورد آقای خامنه‌ای یه همچین حالتی را دارد. الان هم که مسلم با آقای خاتمی هم احتمال می‌رود که ایشون بخوان یه همچین حرکتی را انجام بدن، نه اینکه حتما حصر کنن. به هر حال این بحث کنترل که ایجاد می شود، این احتمال هست که بخوان آقای خاتمی را بترسونن طبق معمول با توجه به روحیه ترسویی و ترسپذیری که آقای خاتمی دارن و طبق معمول در جایی که میخواهند از آقای خاتمی به نحو احسن استفاده کنند. آقای شکوری، با توجه به صحبت‌هایی که شما مطرح می‌کنید، چندی پیش خود آقای خاتمی اشاره داشتند که نه می‌خواهم و نه می‌خواهند که من به صحنه سیاسی و اجرایی کشور بازگردم. چگونه است با توجه به این اظهار نظر مستقیم و اینکه مشخصاً اعلام موضع کردن ایشون، این هیاهوها به پا میشه و دوستان جبهه پایداری و البته حالا بخش دیگری از دلواپسان به سراغ آقای خاتمی میروند و این گروه به او حمله میکنند؟ نگاه کنید، مسلم این هستش که اولا آقای خاتمی از مسائل پشت پرده مطلع تا حد زیادی. این گونه نیست که ایشون مطلع نباشن. ایشون مطلع هستن و طرف مقابل هم که بیت رهبری هست تعمدن پیام‌های رو مسلم به ایشون میدهد. با توجه به روحیاتی که ایشون دادن عرض کردم که ایشون رو کنترل کنن. اینی که آقای خاتمی میگوید که من خودم مایل نیستم و دیگرانی هم هستن که مایل نیستن که بنده به صحنه برگردن، این خودش نشان میدهد که آقای خاتمی روحیه حق طلبانه‌ای ندارن که در جهت مثلا حالا همین اصلاح طلبی که گفته می شود ایشون پایمرزی به خرج بدن، یعنی مطیع هستن. این خود نشون میدهد که اون کنترل آقای خامنه‌ای، کنترل بیت رهبری بر روی آقای خاتمی همواره مقبول افتاده که آقای خاتمی هم میان یک چنین صحبتی را میکنن. حالا اون جناح مقابل هم که از بیت رهبری فرمان میگیرد، اونها هم اتفاقا خودشون روحیه آقای خاتمی را میشناسن. الان نگاه کنید، گفتن که حکم ممنوع تصویری، ممنوع بیان بودن آقای خاتمی قبلا ابلاغ شده به شورای عالی امنیت ملی. خب معلوم این است اگر این چنین باشه، خب آقای خاتمی از قبل میدونستی. الان هم که میگوین به نظر میرسد که اینها میخواهند که یک ترس و وحشتی در خاتمی ایجاد کنند تا در زمان معین به هر حال طبق معمول از آقای خاتمی استفاده کنند و اون چرا که دلشون میخواهد خاتمی همون را بگوید، همون گونه که اینها میخواهند حرکت کنند در مسیر منافع ایشون. آقای شکوری، با توجه به دفاعی که چند روز پیش رهبر جمهوری اسلامی از آقای روحانی به صورت علنی انجام دادن، به نظر شما چه ضرورتی داره که همچنان آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد در حصر باشند و بخواهند برای آقای خاتمی محدودیت‌هایی از این دست رو اعمال بکنن؟ توجه داشته باشید، نگاه کنید، آقای خامنه‌ای حمایتشون از دولت روحانی در اون حدی هست که خودشون دولت روحانی رو پذیرفتن، یعنی انتخاب کردن، گماشتن برای اینکه سیاست‌های آقای خامنه‌ای را انجام بدهد. این خودش یک مسئله هست. نگاه کنید، آقای خامنه‌ای دولت‌ها را هم کنترل میکنن. آقای خامنه‌ای تجربه ایران یک و رهبری خودشون را دارن. این که آقای خامنه‌ای میگوید که من دفاع میکنم، حمایت میکنم تمام از دولت آقای روحانی، به این معنا نیست که مطلقا از اون دفاع کند. نه، نگاه کنید، آقای خامنه‌ای این تیم دیپلماسی رو که الان آقای روحانی هستن، آقای ظریف هستن، اینها رو برای مذاکره با طرف غربی در سر مسئله اتمی اینها رو گسیل داشتن. منتها همواره اینها رو کنترل میکنن. الان درسی از برخوردهایی که با دولت روحانی میشود، مثلا شما نگاه کنید تنشی که بین زرقامی و روحانی بوده در مورد مصاحبه های تلویزیونی آقای روحانی، این واقعا دلیلش چی هستش؟ چه چیزی را میخوان که نشان بدن؟ به نظر میرسد که آقای خامنه‌ای با این حرکت ها، با این تحقیر کردن هایی که میخواد رئیس جمهور را تحقیر کند، میخواد به طرفین غربی
و در داخل البته به مردم این پیام را بده است که همچنان قوه قاهره، قدرت قاهره در داخل ایران بنده هستن. مثلا میخواد که به غربی ها بگوید که اینها که برای مذاکره اتمی میآیند شما غیر اون با اینها مذاکره دیگری نکنید، به اینها پیام های خصوصی ندهید و به فکر این که به اون جناح بالاتر بدهید که منو در آینده کنار بزنید این کارا رو نکنید. اگه هر مذاکره هر حرفی دارید بیاید مستقیما با خودم که کدخدای ایران هستن با من بسازید، با من صحبت کنید. شما اونها رو ول کنید، اونها فقط به قول معروف کارگزاران من هستن، چون آقای خامنه ای این تجربه رو دارن. شما نگاه کنید که مسئول گفتگو با اون هیئت مشاوری در مسئله ایران گیت که اینها گفتگو کرد با اسرائیلی ها، در اونجا آقای خمینی اینها رو گسیل داشته بود، همونطور که الان آقای خامنه ای اینها رو گسیل داشتن که اینها رو قبل اینجا صحبت کنن. اون مذاکرات به جای دیگری این ایرانی اینها به خارجی ها به امریکایی ها گفتن که ما حاضر ایران بکشیم اگر شما نظرت را بکنید و برنامه از اونجا آغاز شد که اینها نام 1000 نفر میانه روی ایرانی را با آقای سرهنگ نسخ دادن و برنامه در این شد تصمیم گرفته شد که ایران در جنگ شکست بخورد. آقای خمینی کنار برود که این بحث این که آقای خمینی میگوید که من جام ضعف سر کشیدم همین بوده، مثلا همین بوده که آقای خمینی متوجه میشود که سرش کلاه رفته، هیئت‌هایی رو که برای مذاکره روانه کرده در اون مسیری که قرار بود آقای خمینی میخواستن پیش برود نرفته، اونجا مذاکرات پنهانی دیگری هم شده که شما توجه داشته باشید. آقای خامنه‌ای و جناح راست ایران که در اون زمان تا حدودی نسبت به جناح چپ ایران مورد غضب آقای خمینی بودن، اونها در مجلس خبرگان اقلیت بودن، منتها رهبری به آقای خامنه‌ای رسید که جناح راست بود. این طرح برنامه بود که اینها سر آقای خمینی رو اونجا کلاه گذاشتن. الان آقای خامنه‌ای برنامه کنترلیش این هست، میگوید من دفاع میکنم از دولت. در چه حدی دفاع میکنه؟ در اون حدی که خودش به اینها برنامه کار داده، اینها رو کارگزارش میدوند. اما این پیام رو هم به صورت کنترلی با تغییر دولت، با تغییر روحانی، با تغییر کابینه وزرا هم به خارجی ها هم به مردم میدهد که من دارم اینها رو کودتا میکنم، قدرت قاهره من هستم، شما از این کارها نکنید. این یک مورد هست. مورد دیگر نگاه کنید، در مورد آقای کروبی و موسوی و خانم رهنورد عرض کردم که به هر حال آقای خامنه ای همین چند روز پیش هم که آقای مطهری صحبت کردن گفتن که انتقادی کردن به آقای خامنه ای حدوداً عمومی به نسبت علاوه خصوصی یا عمومی در مورد رفحت. این اظهار نظرها در مورد خاتمی اولا این رو نشون میداد که اینها میخوان به جامعه بگوین که شما به فکر رفحت نباشید، قدرت ما هستیم و به همین سادگی هم کنار نمیاییم، به نفس که اینها هر وقت در خارج شکست میخورن داخل باید یقه ملت رو بگیرن. این یک مورد هست. مورد دیگر این هست که آقای خامنه‌ای قصد دارد استفاده از آقای کروبی و موسوی بکند، مثلا اینها یک ندامتنامه‌ای بنویسن، حالا آیا اونها دم به تله بدهند یا ندهند اون یک بحث دیگری است، وارد اون قضیه نمیشه. اما نیت آقای خامنه‌ای یک چنین مسائلی هست که میخواد این کارها رو بکند. مضافاً یک مورد دیگری هم که هست، شما نگاه کنید جمهوری اسلامی از آقای خاتمی واهمه‌ای ندارد. هر سازی خواستن خاتمی رقصیده، هر وقت خواستن مردم را فریب داده، پای صندوق کشیده، به هر حال بنهای گوناگون موازش همیشه بین حقوق ملت و منفعت حاکمیت تا منفعت حاکمیت بوده. منتها یک مورد را با توجه داشته باشیم. چندی پیش آقای دوری نجف آبادی ایشون برای اولین بار اظهار نظری کردن در مورد این که بعد از آقای خامنه‌ای باید به فکر جایگزین باشیم، یعنی از الان باید به فکر جایگزین باشیم. به نظر میرسد که حاکمیت به این فکر افتادن، حالا یا حال آقای خامنه‌ای بد هست وضعیت جسمانیش یا هر دلیل دیگه، اینها به این دلیل به این فکر افتادن که باعثی به فکر جایگزین برای بعد آقای خامنه‌ای باشن. احتمال دارد که آقای خامنه‌ای بخوان محدودیت‌ها رو به گونه‌ای بکنن که این برچسب‌ها بر روی برخی از افرادی که اینها احتمال میدهند که اینها بعد از آقای خامنه‌ای بتوانند در تعیین رهبر جدید نقش به سزایی داشته باشند بیشتر بشود. بس به همین خاطر میخوان که یک کمکی به گونه‌ای حالا یکی رو عملاً بخوان که ممنوع بیان بکنن، با یه حکمی بدن که این در تاریخ هم بموند که اگر آقای خامنه‌ای مردن
دیگه مثلا اینها نتوانن اونجا رایزنی هایی بکنن و جناح مخالف برنامه‌های مخالف آقای خامنه‌ای بیان رهبر جدیدی بگذارن. یعنی اونی که سر خود آقای خامنه‌ای شد که تا حدودی این جناح مخالف آقای خمینی بود و خود آقای خامنه‌ای از اون جناح مخالف خمینی آمده، این مسائل دیگه رخ ندهد. آقای شکوری، شما به نحوه انتخاب رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید. بر مبنای آنچه تا به امروز منتشر شده، نقش آیت الله هاشمی در انتخاب ایشون بسیار پررنگ بود. به هر صورت اون موقع هم نیروهایی که این روزها البته به نام جبهه اصلاحات فعالیت میکنند و حالا اون موقع بیشتر عناوین مختلفی داشتن، خط امامی و در اصطلاح دیگر جناح چپ جمهوری اسلامی. اما این مسیر انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی آیا امکانش هستش توضیح بدید؟ صحبت‌هایی هم بود آقای دوری نجف آبادی در مورد انتخاب جانشین ایشون، خب اشاره خود شما هم بهش بود. چگونه است؟ آیا فکر می‌کنید این امکان وجود داره که بشه شباهت‌های از اون دوره و آینده حالا که به هر صورت پیش روی هست برای انتخاب رهبر آینده ایران در نظر داشت؟ اون چیزی که اون روز در جریان بوده اون مسئله ایرانگیت بود که عرض کردم خدمت شما که اون زمان این اصلاح طلبان کنونی به هر حال جریان‌های تندرو بودن و برنامه‌ای که تدوین می‌شود گویا از سوی خارجی‌ها و یک سری هم همین داخل که تیم آقای هاشمی رفسنجانی بودن که جناح راست که امروز به عنوان چماردار معروف هستن، اینها اون زمان معتدل‌تر بودن نسبت به اصلاح طلبان امروز، اینها بر سر کار بیاید. مثلا این هستش که برخی از جریانات که الان از دست آقای خامنه‌ای به سطوح آمدن و خودشون هم آقای خامنه‌ای رو به سر کار آوردن، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، اینها چون خودشون هم نگرش و قدرت مدار هست، در این فکر هستن که مشکلات رو اگر موقعیتی دست از بالا حل کنند، از پایین حل نکنند. بنابراین مسلم این هستش که اینا هم در کنج خانه ها به فکر این مسئله هستن که بعد از آقای خامنه‌ای از رأس هرم بخواهند نیروهای خودشون رو به عنوان رهبر، یا حالا بعضا بحث شورای رهبری را مطرح میکنن، یک شورای رهبری تشکیل بدهند و از اون طریق قدرت رو در دست خودشون بگیرن و جناح مقابل خودشون رو، همون دیدگاه آقای خامنه‌ای بوده و اونها که وابسته هستن به آقای خامنه‌ای، اون رو مهار کنن. این برمیگرده به اون دیدگاه اصلی اینها که نگاه خود این جریانات هم به قدرت هست. اینها به تغییر تحول از پایین اصولا اعتقادی ندارن. این بیشتر به این برمیگرده و این برداشت آقای خامنه‌ای هم به نظر میرسد درست باشد، یا حالا اطلاعاتی دارن یا خودشون تحلیل هایی دارن. به هر حال این میتواند درست باشد. اینها از سالها قبل یک همچین برنامه‌های را مسلم داشتن که بعد از آقای خامنه‌ای اگر بتوانند نهاد رهبری را در دست خودشون بگیرن. آقای مازیار شکوری عزیز، اگر بحث رو جمع‌بندی بفرمایید ممنونتون میشم. یک موردی که باید عرض کنیم این هستش که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، اگر ما البته بخوایم به تاریخ جمهوری اسلامی نگاه کنیم، به اون ذات و خلق و خوی و مشی و منش جمهوری اسلامی که غیر قابل تفکیک هست اصلا از جمهوری اسلامی نگاه کنید، در جمهوری اسلامی از روز ابتدای انقلاب دولت مردان همه یا حذف شدن یا کنترل شدن. از دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان بگیریم، از وزراشون بگیریم، از آقای بنی صدر بگیریم که اولین رئیس جمهور ایران بودن، از خدمت شما که رجایی با هنر، حتی بهشتی و حزب جمهوری، تا خود احمدی نژاد، هاشمی، همه به همه، خاتمی. اون چیزی که مشهود هست در چه حذف شدن ها چه کنترل شدن ها، حالا زمان آقای خمینی بیشتر حذف بود، الان برخورد بیشتر کنترلی هست، این هست که جمهوری اسلامی دو مبنا دارد. بر این دو مبنا هست که چنین برخوردهای رخ میدهد و ما همواره باید منتظر چنین برخوردهایی باشیم که مثلا اگر یک شخصی رئیس جمهور شد، از دید حکومت او حتما باید که منفور و در مزان اتهام باشد. یک بحث این است که خب بحث قدرت است و در بحث قدرت مسلم وقتی هدف قدرت شد، زور می شود ابزار، می شود وسیله، می شود توجیه و این حاکمیت وقتی مطلق شد بر مبنای قدرت باید که از مطرح شدن دیگران هر گونه‌ای که هست جلوگیری کند. حتی اگر احتمال میداد بالقوه شخصی
میتواند بعدها مشکل ساز باشد. یکی این است. یکی هم این هست که با توجه داشته باشیم نظام جمهوری اسلامی علیرغم شعار نه شرقی نه غربی، هم شرقی هم غربی، مسائلی که در پشت پرده دارن، اصلا این رژیم جمهوری اسلامی رژیمی از پشت پرده، بنابراین حرکت هایی که میکند خواه ناخواه اشخاصی که رئیس جمهور میشوند، وزیر میشوند، برخی از اینها از اون مسائل مطلع میشوند، در حالی که اونها در اصل نباید مطلع باشند و فقط آقای خامنه‌ای باید مطلع باشد، یا اون زمان هم آقای خمینی فقط میباید مطلع میبود. بنابراین بعضی ها اینجا باید حذف بشوند یا بعضی ها باید آلوده بشوند و به وسیله همون آلوده شدن خودشون بعد کنترل بشوند. اینها مسائلی هستش که ما در جمهوری اسلامی داریم. نمونهش حزب جمهوری بود که آقای بهشتی و حزب جمهوری، بعضیاشون حالا همه اونایی که در حزب جمهوری بودن مطلع، اینها با سر مسئله اکتبر سورپرایز، بحث گروگانگیری، حمله به سفارت امریکا، اینها با امریکایی‌ها مذاکراتی داشتن. مسئله این بود که خب اینها باید حذف می‌شدن و توسط آقای خمینی بود که این حزب جمهوری اسلامی کلا حذف شد و اون انفجار رخ داد. و مسائل دیگر هم به همین ترتیب، مسئله خود ایران گیت هم همین بود، بعضیا به هر حال سرشون رو از دست دادن. الان هم همین هست، مسئله روحانی، مسئله خاتمی، به هر حال نظامی که فقط در اون یک نفر باید بداند، یک نفر باید مسائل پشت پرده رو بداند، اما ناگزیر برخی‌های دیگه هم سر در میآورند، اونها یا باید حذف بشوند یا باید کنترل بشوند. این قاعده هست در جمهوری اسلامی و هم یه چیز تعجبی نیست. من تشکر میکنم از شما آقای مازیار شکوری عزیز که امروز هم همراه ما بودید و هر روز امیدوارم در نوبت‌های بعد هم این امکان رو داشته باشیم که از حضور شما استفاده کنیم و مسائل و اخبار رو از دیدگاه شما تحلیل و بررسی بکنیم. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که همراه این برنامه تفسیر خبر بودید. به صفحه فیسبوکی ما اگر مراجعه کنید میتونید از اون طریق یا از طریق آدرس ایمیل برنامه با ما در تماس باشید و با ارسال نظرات، پیشنهادات و یا انتقاداتتون ما رو در بهتر شدن و پویایی بیشتر این برنامه یاری برسونید. امیدوارم روزگاران خوبی داشته باشید و تا درودی دیگر بدرود.